جیانگل محمودووا در نیروگاه راغون ماشین گرانوزن شیبزن یا ویبرکاتوک را اداره می کند. به گفته خودش یگانه زنی است که در میدان ساختمانی راغون کار می کند. نبودن پسر در عائله جیانگل را مجبور کرد که از خورده کارهای وزنین را اجرا کند. در رشته پزشکی تحصیل کرده است اما سالهاست که چنین کارهای وزنین را اجرا می کند. جیانگل 53 ساله 20 روز در ساختمان کار می کند و 10 روز دیگر را در خانه می گذراند. 7 فرزند دارد. کم نیستند زنانی که در تاجیکستان کارهای به اصطلاح مردانه را اجرا می کنند. از جمله تمنا خشت می چیند. یاسمن باشد تعمیر نقلیات را می آموزد. اما زنان در تاجیکستان حق کار کردن در همه ساحه ها را ندارند. اخیراً حکومت تاجیکستان روی خط نوی کارهای منع شده برای زنان را تصدیق کرد که 194 نوع کار را در بر می گیرد. از جمله زنان حق ندارند به حیث خراط، پرمگر، زمینکاب نقبکن، کوهکن، استای بامپوش، نجار، چلانگر برقی و دهها کسب دیگر کار کنند. مقامات میگن کارهای منع شده برای زنان خطرناکند. زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه است. روزنامه‌نگار مهباره کیرامووا موضوع کار زنان در تاجیکستان را تحقیق کرده است. میگوید روی خط کارهای منع شده برای زنان مخالف کنونسیون ضد تبعیض است که تاجیکستان آن را قبول کرده است. سال 1993 تاجیکستان یک کنونسیای مخصوصی سازمان ملل متحد به امضا رساند که اون از بین بردن تبعیض نسبت زنان در همه شکل بخشیده شده است. یعنی ما باید کشور ما باید همین خیل کند که در آینده نزدیک جامعه ما کاملا جامعه برابر حقوق از نگاه گندری شود. سازمان ملل متحد چی میگوید؟ میگوید که شما باید همین روی خط را نه با تکیه به جنسیت تشکیل کنید، بلکه با تکیه به امکانیت های جسمانی شخصان، نوابسته از اون که و مرد است یا زن است. اما مقامات برای بیکار کردن این روی خط سراسیمه نیستند. دلیلشان هم این است. ما هم طرفدار همین بودیم که روی خط نباشد. همه شرایط 100% بود. متاسفانه هست شرایطی که مثلا دانجو وزن‌تر، ضررآورتر هست متاسفانه. حاضر کار بوده ایستاده همین مثلا مبلغ جدا میشوند. تکنولوژی نو شده ایستاده است. ما همین کاری کردیم. اگر این روی خط پورا گیریم این حاضر بروقتر شرایطی مهنت شرایط هم تکنولوژی نو پرتر کنیم، بعد این از موبایل میرود این عموما این روی خط در آینده. اما این روزنامه‌نگار تاجیک باور دارد که کاری خطرناک برای همه ضرر دارد، چه زن و چه مرد. اگر به این روی خط نظر کنید میبینید که در آنجا واقعا کارهای بسیار دشوار، روی خط کارهای بسیار دشوار آورده شده است که برای بانوان واقعا دشوار است. مثلا گویم کارکرد متال یا اینکه گویم استحصال مواد شیمیایی. اما هر چیزی که با سلامتی زن ضرر دارد البته به سلامتی مرد هم ضرر دارد. بیشتر از نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. ساکنان میگن زندگی وزنین گاه‌ها زنان را مجبور می‌کند که کارهای وزنین را هم اجرا کنند. اوزی مجبور شوید همه کارا کرده ایستاده است همه آدم‌ها و اوزی برای دریافت کردن پول چیگون برای خوراندن عائله زن نیز با یگان کاری دشوار نگاه نکرده 24 ساعت کار کرده ایستاده است. نمیگوید که وای وزبین یا آسان است برای خوراندن و پوشاندن فرزند کار کرده ایستاده. از دخترچه‌ام در کاری دو طرف کار میکنه برایش که 5 تا یتیم داره و ضروره مجبوره کنه. شوهرش که وقتی که گذشت هم در دیو کار میکنه هم میره اینترنت کار میکنه. ضروره این خیل مادرها بسیارن، ضرورن خیل مادرها با چی کار میکنن تا بهوده گشتن کارهای هر خیلی دست دادن. خوبترش عذاب هم کشه که الحمدلله مسلمانی قطعی نان حلالش میو به فرزنداش میده. حامیان حقوق سالهاست که از خشونت و تبعیض نسبت زنان در تاجیکستان نگرانی میکنند. از جمله همین روی خط کارهای منع شده برای زنان. مقامات نه همه تنقیدها را قبول دارند. مولا رجب یوسفی، امیر عیسایف، آزادی، دوشنبه.